دختر چی و خواندنش چی؟ زنان را بس بود همین یک هنر کشینند و زایند شیرانی نر. اکثرا اونهایی که تحصیل و دانشمند بودن دختران را ضرور نمیدونند با چنین ادعا و شرح نادرستی این مصرع فردوسی میخواهند ثابت کنند که نظر و موقعشان درست است. ولی زنانی که حالا در زندگی جبری چنین عقیده و خرافات را میکشند میگویند این ادعا کاملا خطا است. نه خوندم خیلی بیادم هسته که همی صنف یکمیم در همی 3-4 روز رفتگیم تمام شیمان شدم میگم کاش که میخوندم. ندانستن گناه برای آن که نمیدونی بچت به فرزندت به یاردم کرده نمیدونی قانونه تو یا فریب میکنن. سلام خواهر، درود بیننده عزیز، امیدوارم این برنامه را انتظار بودید و آماده اید که سر یک موضوع مهم دیگر برای زنان و دختران صحبت و اندیشه کنیم و نظری مشورت متخصص را بشنویم. شاید باور کنید شاید نه، اما هنوز هم هستند زنان و دخترانی که عموما خط و سواد ندارند. البته تعدادشان زیاد نیست، اما شماره دخترانی که از صنف 9 ترک تحصیل میکنند واقعا سبب نگرانی مقامات و سازمان ها در تاجیکستان شده است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم چند پیش همین موضوع را مطرح کرد و از مردم خواست مانع تحصیل دختران نشوند. کوشش میکند از صنف 9 میبرارد، شوهر دمیجم فکر میکند که مشکلش آسان میشد. برعکس و در عائله که پدر و مادر سواد نداشته باشند نفهمد چگونه معاشرت میکنند معامله میکند با فرزند خود. از این پیش بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان گفته بود 32% دختران بعد صنف 9 دیگر خواندن را ادامه نمیدهند. به سبب‌های آن دیرتر رو میاریم. حالا توجه میکنیم به داستان زندگی یکی از این دختران که بی خط و سواد بودنش را عامل تمام بدبختی هایش میداند. مرجانه به قول مردی کاری میکند. با اجرای کارهای گوناگون در خانه و زمین همدیهگان خود از جمله کارهای وزنی ساختمان روز خود و کودکانش را پیش میبرد. چیکاریم بگن میکنم فرق نداره. ترانشکنیه چقری توالته بخی درخت پی برکنیه روزی کودکان پیش برابر. و مهاجرت رفت، ازدواج کرد و با 3 فرزند از شوهر جدا شد. حالا برای خانه نیم ساخته که سرپناه او و بچه هایش است با پیوندان شوهر سابقش دعوا و کشمکش دارد. برای جنجال های بیاخیر که تا به زنازنی در پیش چشمی کودکان رسید، شوهر و خسرش را به جوابگری کشیده بودند و خود او هم بی جزا نماند. دست پامو و بندی گاو میبستن میزدنم، کودکان تماشا میکردن، اما شوهر رو میزدنم، اما کسا خیلی خیلی 7-8 تا زکلچین دارم، دیسک دارم. خانواده شوهر ادعاهای او را رد میکنند و خودی زن را گناهکار میدانند. فقط میخواد که ما را همیجا بدر کنه و خودش همیجا مسکون بگیره. مرجانه شرمتова ساکن 38 ساله ناحیه واسه سبب اساسی تمام مصیبت و بدبختی و زندگی سخت و پرماجرایش را در بیسواد ماندنش میداند. از بس که در عائله 3 فرزند به دنیا آمده است مجبور شد از خردی کار کند. در عائله ما خیلی 12 نفر بودیم. پدرم دنیا گذشت، مثال شرایط نبود خواندن. بعد چم خیلی نان میپخ رسته میرفتیم قطعی چم نان میفروخت مامای دگ بدم میبردم میفروختم خیلی خیلی سلفان میفروختم مایده که مثال عذاب کلان شدم تا هم امروز اما عذابا در سر من سواد نداشتم. مثال رفتم مسکو دایم بچه را گرفتم. مثال اگر سواد می داشتم ممکن همی عذابا در سر من نمی آمد یا می آمدم نی. مثال من یکم جا خواندگی می بدم ممکن من کودکام هم می گرفتم می برام یکم جا کوارتیر می ایستادم ایامو مواشم اویلکم روزی فرزندام پیش می بردم. من مثال یکم جا کار کنم میتونم من خودم باوری ندارم که من ببرم سومی کوارتیر داده بتونم. به سبب بیسوادی او به گفته مرجانه فرزندانش هم رنج و عذاب میکشند. از آینده بچه هایش نگران است. کودکای ما هم هر روز جنگ دوار میبینن اوج سلامتی کودکام هم ویران شدن. ممکن یا پگه خیلی ضرر به جامعه برسونن. مرجانه تاریخ تولد فرزندانش را نمیداند و ماه و سالها را فرق نمی کند. کجا رسد تا کمک به فرزندان مکتب خوان. خیلی میخواهد و با تحمل تمام سختی ها میکوشد تا کودکانش سرنوشت او را نداشته باشند. دختر چند صنف یک بود
میومد ای مکتب نمیتونست نویسونده میگفت بچه بیا مرا ایشون بته میفتم من نمیتونم بچم بعد کوشش میکردم که همین عذابی ما کشیدم دخترم در آینده رنگی من نشه بعد امسایه را فیراد میکنم گودککوی امسایه را میفتم بیا دختر جان هم دختر مرا ایشون ته من سومد میفتم خیلی میومد دختره که امسایه خونه دا میشتم پیشون داخل میشتم دخترچم ایشون میدادن یک سوم ده سوم دادم همین خیلی پس بینی دخترچم یاد گرفت خودشوزی خیلی نبود دودر شوزی او یاد میتا میشینم میگم تاکیچون میکنم بچم عذابای مرا اگر دیسته باشین خشرو بخونین راتون درست بریم بیان که پگه رنگی ما عذاب نکشین. از آن افسوس میخورد که آواره با زندگی پرماجرا تلاش برای آموختن خط و سواد نکرد. او زندگیش را چون یک نمونه عاقبت دور ماندن دختران از تحصیل میداند. به دختران یک پیام دارد. شوهر گریزی نیست میشوه بخونین مثال دیپلم بگیریم پگه خیلی زندگی خداوند هیچ کس رنگی ما نکنه خداوند پگه خیلی شدی امو دیپلمت با خودت کار میام مثال نه ما پدر مادر ندارم من هیچ جا نخوندم من یگان درآمد ندارم من میرم روزش تا 20 30 10 پیبال میکنم مردم ده مثال من از سومت من نمیارم را من در زندگی چی بخرم 3 تا گودک نان خورند من میخوام ایمی دخترها که همش بخونم بعد شوهر کنن ای خونم بیرون برو من نمیدونم در اوجت خونه بکنم یگان جا نه اون شایست بیل میگیرم بسر من میای شایست بیل میگیرم میاید در تاجیکستان تحصیل حتمی از صنف 1 تا 9 است. بعد ختم صنف 9 نورس میتواند تحصیل را در آموزشگاه و کالج های ادامه داده کسب و شغل را از خود کند. اما در اصل بعد ختم صنف 9 در برخی از خانواده ها دختران از تحصیل محروم می شوند. بنا به یک تحقیق 86% پسران در کشور تحصیل را در مکتب میانه تا آخر ادامه می دهند و از میان دختران تنها 68% چنین امکانیت را دارند. سبب‌هایی از تحصیل دور شدن دختران نورس را جامعه شناسان به عقیده‌های نادرست، خرافاتی بودن بعضی از خانواده‌ها، نبود شرایط یا دوری راه تا مکتب می‌دانند. منیره عنایت و سابق وزیر معارف تاجیکستان میگوید این مسئله ساده نیست و باید با انجام یک تحقیق فراگیر در شهر و دهات کشور سبب‌های اصلی آموخته شوند. وی از چند عامل نام برد که مانع تحصیل دختران در دهات تاجیکستان شده است. شما نقض میدانید که از روی عنعنه‌های ماها دخترها بسیارتر با خواجگی خانگی خانواده بسیارتر مشغول هستند و اگر علل خصوص دختری کلانی باشد در عائله و یا وظیفهش که برادر و خواهرچه‌های مایدش دیده برد از پشت گاو و مال نگاه و بین کردن در کار از پشت مرغ و از پشت گویم که مال خوردن دیدن نگاه کردن در کار خور در خانه های دخترایی که در ده زندگی میکنن می‌آید بسیار و پرابلم اول این یاردم در خواجگی یاردم در نگاه و بین برادر خواهرچه‌هاش هست. البته اگر وی مکتب رود وی وظیفه خانگی میگیرد مجبور میشد که خانه به درس تیار کند و وقتش یک بار کم میشد. البته هستند نمونه هایی که با گذشت سالها چنین زنان و دختران توانستند با ادامه تحصیل سرنوشتشان را دیگر کنند. بنا به آماری رسمی در 5 سال اخیر در کشور بیش از 2000 زنان و دخترانی که با سبب‌های مختلف مکتب نخوانده بودند در مکتب‌های شبانه تحصیل کردند تا توانند زندگی خود را کم و بیش تغییر دهند. اما این شماره زیاد نیست. آنهایی که بی معلومات و خط و سواد میمونند چی؟ از منیره عنایت و پرسیدیم که بدترین عاقبتی از تحصیل دور ماندن زنان به زندگی آینده آنها چی است؟ زن اگر سواد بلند زمانوی نداشتگی باشد وی مادری چه گویم مادری حقیقی امروزنکی شده نمیتواند. یعنی ندانستن این گناه امروز به عصر 18 نیست امروز. ندانستن گناه برای آن که نمیدونی بچت به فرزندت به یاردم کردن نمیدونی قانونه تو یا فریب میکنن نمیدونی زبانه دیگه دولت رفته تجربه گویم اون دولت دیده یا از خود کرده نمیتونی ناتوان
آدمی که حیات خودش گویا که خط میزند از تمام آن چیزی که زمانه مردم بشر تیار کردگی از وی استفاده برده نمیتونی. هر سال صدها پدر و مادر برای اجرا نکردن مسئولیت خود در تربیت فرزند جریمه می شوند. یکی از سبب‌های اساسی جزا گرفتن والدان از مکتب دور ماندن فرزندان آنها گفته می شود. با وجود قبول قانون و جزا دادن و جریمه کردن والدان برای مانع شدن به تحصیل دختران هنوز این مشکل جای دارد. چرا چنین است؟ جزا دادن که فقط مسئله حل نمیشن. علال خصوص اگر کار به انعنه ها تعلق داشتگی باشد. انعنه ها سالهای 10 ساله ها 100 ساله ها پیدا میشن. یک و یک باره و یک حل کردن نمیشد. این کار دائمی جزاتی اویله ممکن یگان نتیجه هم نتید. برای اینکه قرش میبیاد آدمده کاری تو چه کاری اویله من به میگوده هر خیل وابسته به مدنیت. لیکن فهمانده دهی اگر فهمانده داده تانیم و دائمی میماند. فهمیدید می؟ من یک اویله میدونم که در اونجا 5 دختر تولد شد. پدرشون یک دخترش به دستش نگرفت که اگر بچه میشد من وی را به دست میگرفتم و تربیه. دختر را به من چی میگه؟ چشم بیند. این متخصص ساحه معارف پیشنهاد دارد که برای حل این مشکل سال تحصیلی حتمی در مکتب‌های میانه کشور باید بالا برده شود. اگر دختر 10 سال خواند وی الکی دختری 16 ساله بعد صنف 9 نه وی الکی 17 پر میکند قریبی 18 میرود به وایه میرسد وی شهروند میشد وی مسئولیتش دیگه وی دانشش دیگه وی خواهش حیاتش دیگه. این 2 سالی که علاوه میشد این بسیار چیزای حل میکند. حق تحصیل و سواد گرفتن یک حق مهمی دختران است که همانو زیر پا می شود و به تاکید جامعه شناسان پیامد آن نه تنها برای یک خانواده بلکه برای یک جامعه می تواند خطربار باشد. تحصیل کردن دختران نسبت به پسران خیلی مهمتر است. وظیفه خانگی را مثلا اجرا کنه همراه بچه هایش چی تأثیری خواهد گذاشت؟ وقتی که زن در جامعه دانشمند است ملت پیشرفت میکند، رشد میکند. بیننده عزیز، خواهران گرامی، شما در این باره چی نظر دارید؟ زیر این برنامه به ما نویسید یا اگر ضرور میدانید که کدام موضوع دیگری در این برنامه مطرح شود به استحاله پیشنهاد خود را به ما فرستید. حتما به نظر خواهیم گرفت. تا ملاقات دیگر روز و روزگارتان خوش.